زنده ای؟ سلام بچه ها، چطور؟ خوش اومدیم به این ویدیو بچه. امروز اومدیم بالاخره بریم چالشمون انجام بدیم و این بار یه مهمون ویژه داریم. بگیر فیلم بردار ببین کیه. آیسان اسلامی اومدیم تو این ویدیو بچه. امروز اومدیم فیلم بردار از همون چالش ها رو بپرسه ببینیم آیا اگه اشتباه جواب بدیم 3 تا جون داریم، اگه ببازیم تخم مرغ میاد تو سرمون. بچه بیاین بچه ما صندلی نداریم، ما رفتیم. خداحافظ آقا، خداحافظ. الان برمیگردیم بچه ها دوباره صندلی آوردیم. آقا صندلی رو میذاریم زمین. خب بچه رو یه ذره بسن خوره قبوله بچه از ما فیلم بگیریم. من بچه ها در ازای حضورم یه بستنی و 60,000 تومان پول نقدی گرفتم. بچه زحمت های ما اینجا کم نیست. خب همه چی اینجا فراوانه. خب آماده ای؟ بله. خب توضیح بده در چه شرایطی تخم مرغ میزنم سر شما باید توضیح میدید ولی من توضیح میدم. بچه 13 تا سواله. اگه من 3 تاشو نتونم جواب بدم والا 2 تا تخم مرغ با 3 تا لیوان آب میره تو سرم کاملا. و اینکه 13 تا سوال داشت یا لایک کنید، ساب کنید، داریم زمان میگیم. یه لحظه تخمه منه؟ نه تخمه منه. شما اینا میخوام برن اینجا، میخوام برم پیش باباشون دوباره. خب به صاحب تخم مرغ سلام کنید. خب رمزو بزن. نباید تخمه تو دست من باشه؟ راست میشه. بفرما تخمه من براشون. بچه دیست سنگی. خب سال اول دوست دختر داشتی؟ والا نمیدونم چه شکلی حساب کنم. 6 سالگیم دوست داشتم ولی فقط برای همبازی همین. والا نمیدونم حساب میشه یا نه، شما میتونین چه بگید. همبازی؟ بازی دیگه، ما بدو بازی جلو هر که بازی میکردیم. خانواده هم میدونه. خب این حساب میشه یا نه؟ قبول میکنم. گی هستی؟ سوال سختیه داداش. کدوم گیری هم بخوای بپرسیم؟ نه نیستم. برو سوال بعدی. نیست. خب تا حالا کرش زدی؟ رو چی؟ کسی؟ منظور چیه؟ حتی شده پیس هم کراش زدم. آدم. آها آدم. والا نمیدونم خودم تا حالا همین شکلی. آره آقا این سوال اصلا جواب نمیدی. نه برو بعدی. آقا یه دونه. نه دیگه 2 جون دارم. تا حالا نوده کسی رو دیدی؟ والا وایسا. آره بله. دوستم بچهش داشتش با هم تو اتاق بودیم. بچهش 4-5 سالش بود. لخت گفت داداش لون منو ببین. میشه که اومد تو اتاق اینا رو گفت و همینا. اوکی. منم درجه چشم بستم. هستی؟ آره بدم میاد. خب تا حالا دعوا کردی؟ آره تو والا مدرسه؟ تو مدرسه آره پارسال. والا اصلا حوصله دیگه دعوا نداریم. مسخره است. کسی نمیده. ما شیشون بالاترین رتبه داریم. هر کی بیاد این شکلی میدیم بهش گمشه بره. خب مشروب خوردی؟ یه تیک اینقدر. بابا فکر نکن من زیادتر خوردم. همین نمیدونم. آره آقا همه دارن یه جور نگاه میکنن انگار من چیکار کردم تو زندگی. واقعا سوالش چندی من الان؟ 6. اوکی خیلی. وای بابا اینا سرویس. سیگار کشیدی؟ توی
که داریم پشت به من نگاه میکنی دهنت سرویس. ما از دنیا محو شدیم، ما اینجا خاک بودیم. وای یه گل کشیدی؟ نه نکشیدی. مگه گاوم؟ والا آقا هرچی باشه آقا تو رو خدا حتی سیگار مشروب شدن بکشیم ولی گل رو دیگه نکشین، دیوانه میشید. تا حالا هر چیزی وحشت داشتی؟ آره والا 9-10 سالگیم خیلی بیشتر. تو هم یه اتاق تنها بودم، والا بالا پشتمونمون نمیدونم چیش خراب بود هی صدا می‌اومد. حالا ولش کن. حالا بریم سوال بعدی دیگه، اینا چرت و پرتیه. یواشکی پول باباتو دزدیدی؟ والا از دفع بابات؟ من اینو شاهدم چون خیلی این دوتا دوستن. فکر نکن. لایک کن. فیلم بردار پشت صحنه مگه گفته یه سر دیگه شم افتاد. خب بابا سوال بعدی. سوال بعدی چیه؟ تا حالا رابطه داشتی؟ نه. تا حالا کسی کبود کردی؟ والا اگه یادم بیاد آره، یعنی همین زد وقت باشم یه سرخ چیزی شده باشه آره. والا زیاد یادم نمیاد. یادم بیاد نمیدونم، فکر کنم رایانه زدم کبود کردم با حسین. همچین چیزی بود یادم نمیاد، حدود 1-2 سال پیش بود. حالا بریم بعدی. ای تا حالا روی دوستت نظر داشتی؟ کی باشه؟ دوستت باشه. خب کنم دوستم باشه؟ نه. از نظر دوستی قبوله. نه. آها نه. دیوانم مگه؟ تو چشم نگاه کن. نه. مطمئنی؟ بابا خیلی مسخره است. خیلی کوچیک. من فکر کردم چکسم. خب مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کردین. نه چش آیسان اسلامی باید به ما آبم بده که بریم. آقا حالا بریم حموم. اینجا قرار بود تو حموم همچی اتفاقای احتمالا بیفته. نه بچه همینجا آیسان بچه بفرما یه دونش قشنگ ریخ روسترم 2 تا تخم مرغ بی دلیل. آقا بیا یه دونش 2 تاش. فیلم بردار یه لحظه. فیلم بردار. اینم به عشق شما قبوله. بچه آقا تو اگه پشت صحنه که براتون میاد ببینی همچین اتفاقی رو سر خود فیلم بردارم افتاد. آیسانو ببینی یه لحظه. اصلا مشغول نباشید، کار خاصی نکرد، نه کار بدی نکرده. یه دقیقه چشاتو به من. نه چشاتو به من. برگرد به پشت. برگرد. فکرم خواست یه کار این شکلی کنه. این فن ناروتو یا شاید اگه یه جور دیگه هم بچه لطفا لایک کن. یه دست موم سرد شده. آره. خب بچه لطفا ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه نکنید موم همیشه زرد میمونه. وضعیتمون، لباسمون. کامنت بذار ببین وضعیتم چیه، یه چالش دیگه بده من انجام میدم، برام مهم نیست. میخواستم یه چالش دیگه برام، اون یکی چالش هم براتون میرم. فعلا بدونید که یه چالش دیگه هم داریم. بچه تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. بچه ببینید پشت صحنه چی شد. سر آبجی 2 تا شاخ در آورده. شاخانو یک ذره بگو سلام.
بچه قبل از اینکه اصلا ویدیو رو بگیرم همچین اتفاقی افتاد. بچه یه سرش افتاد